نشر این نوار در رادیو آزادی واکنش زیادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ابلاوا و یا اجباران به خدمت حربی جلب کردن بهادر برپیوی 23 ساله در حوالیشان در محله اولی سامانی ناحیه یوان ثبت شده است. پدرش میگوید فرزند او را مثل جنایتکار دستگیر و در ماشین سوار کردند. زیاده 20 کس آمد بچه مرا زدن، دراندن کرتاشانه، تریزوار شکستن، گرفتن بردن بی دعوت نامه. در کمیسریات حربی ناحیه یوان گفتند به بهادر برپیوف دعوتنامه دادند و ضمن بردن او به کمیسریات بهادر خشونت نشده است. دعوتنامه را گرفته حاضر نشدگی باشد هم این حالتی که ما مشاهده کردیم این نباید این طور شود. حقوقشناس دلشاد جورایف میگوید با وجود سرکشی جوانان پس از دریافت دعوتنامه کمیسریات حق ندارد به خانه آنها وارد شده اجباراً دعوت شونده را به خدمت برد. کارمندان کمیسریات های حربی موادخوار جمع شده را به وزارت کارخانه داخلی روان میکند و وزارت کارخانه شعبه های وزارت کارخانه داخلی پروتکل مأموری ترتیب داده به جوابگری کشیده می شود شهروند. در حالی که مقامات وزارت دفاع تاجیکستان از اجرایش بیش از 70% جلب جوانان به ارتش خبر می‌دهد، شکایت‌ها از ابلاغ و یا دعوت اجباری جوانان با اصول‌های گوناگون همانا صدا می‌دهد. سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی در تاجیکستان که شکایت‌ها از ابلاغ و دیدفشین را پیگیری می‌کند، در موسم تیرماهی دعوت به ارتش الکی 8 مراجعت و 12 نوار اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت حربی را دریافت کرده است. اکثریت این ویدیوها در شهرهای دوشنبه، شهرهای بزرگ به ثبت گرفته شدند. ما همه این ویدیوها را با عریضه مراجعت خود به پروکراتور حربی به ثبت کرده ویدیوها را با پروکراتور حربی برای تحقیق و اگر در حقیقت آیدی رفتی دعوت باشد اگر چاره‌های حقوقی اندیشتن فرستادیم تا حال جواب نگرفتیم، لیکن امیدواریم که جواب میگیریم. دلربا سمدووا به نوار ابلاغ بهادر نیز آشنا است و جنبه‌های حقوقی این حالت را شرح داد. لیکن هیچ وقت با این راه با ویران کردنی دخل‌ناپذیری منزل زورند کشیده بردنی دعوت شونده به خدمت حربی این قانون ویران کنی دغلانه می باشد. این حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان را ویران می‌کند اگر در حقیقت این ویدیو ابلاغ باشد. هرچند وزارت دفاع تاجیکستان وجود ابلاغ را رد می‌کند و از زیاد شدن صف اختیاریان خدمت حربی در سالهای اخیر ستایش می‌کند، اما حالت‌های جلب اجباری جوانان به صف ارتش بارها رسانه‌ای شده است. کارشناسان میگویند برای از بین بردن ابلاغ در قانونگذاری کشور باید اصلاحات جدی وارد شود.